ما امروز آمدیم به تالار عروسی کاخ پروان. شما تصاویر میبینین هموطنان عزیز، حتما و طبعا قسمت است که خانم عروس یا عروس خانم وقتی که هموطنا یا میمانایی که کتی عروس خانم باشه میخوان از اونا دید و بازدید داشته باشن. کاخ عروسی پروان بیش از تقریبا در حدود 36 سال بیشتر میشه و که فعالیت میکنه کاخ عروسی پروان در کابل. این بخش تفریحگاه جداگانه سالن کهکشان است که از سایه سالن گوشه‌تر است که گمان مزاحمت بر سالن یام نشه. بالخصوص که عروس داماد که میاد 4 تا و وقتاش میگیره دیگه دختر خانما بسیار یک جایی که فضای آزاد و گوشه خوبتر است. سالن موقت به نام سالن ارغوان است، سالن زنانی ارغوان. بله. عروسخانه جداگانه، نکاحخانه جداگانه و این عروسخانه که است مربوط به سالن کهکشان است. بله. به به، چقدر یک دکوریشن عالی و زیبا، چقدر مقبول. نکاحخانه تان از سالن چندم است و همزمان گنجایش چقدر مهمانا را داره؟ سالن کهکشان سالن مردانه است که همزمان گنجایش 600 نفر داره. بخش تفریحگاه است. خانم هایی که حداقل دلشون در داخل سالن تنگ میشه اونها میتونن که از این فضا لذت ببرن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر. با امید که جور و صحتمند باشین. خداوند را هزار بار شکر که بازم فرصت زندگی داد تا بنده در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما خوبان باشم. هموطنان عزیز، امروز برنامه ما متفاوت تر از برنامه‌های دیگر ما است. قسمی که در تصاویر مشاهده میکنین، ما امروز آمدیم به تالار عروسی کاخ پروان. هموطنان عزیز، میخواهیم از تالار عروسی یا هم در عموم از کاخ رستوران پروان یک برنامه ویژه و یک برنامه متفاوت برتان داشته باشیم. در نخست همین رستوران میخواهیم که همراه مدیر صاحب همین رستوران صحبت داشته باشیم، نظریاتشان را بگیریم که ده همه روزه یا همزمان گنجایش چقدر مهمانا را اینها داره، چی سهولت ها همراه خود داره و در ضمن نزی چقدر هموطنان ما امراض یا مصروف است. آیا سالن های بخش زنانه و مردانه جداست یا خیر؟ در مورد نکاحخانه، در مورد سالن های زنانه و مردانه، در مورد گنجایش مهمانان ویژه و همچنان در مورد غذاهایشان هم برای شما صحبت داشته می باشیم که چقدر غذاهایشان کدام نوع است، چند نوع غذاها را هموطنان ما در این رستوران فرمایش میته و همچنان صحبت های دیگری هم همراهتان دارم. شما یک چند تصاویر زیبا و مقبول از این رستوران تا بیننده باشین، ما همراهتان هستیم.
بینندای عزیز، قسمی که در آغاز برنامه برتان یادآور شدیم که میخوایم امرای مدیر مسئول تالار عروسی کاخ پروان صحبت داشته باشیم، معلومات مختصر همراه شما شریک بسازیم. مدیر صاحب بزرگوار، همراه ما، سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، وقت شما بخیر. قربانتان بخیر، سلامت باشین. یک معرفی همراه بینندای ما داشته باشین. اسمم مصطفی است، مدیر مسئول کاخ عروسی پروان. بله، خیلی خوب مدیر صاحب مصطفی، افتخار بخشیدین، بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. چی خوب میشه در نخست معلومات مختصر در مورد تالار عروسی کاخ پروان همراه بینندای ما شریک بسازین. در کدام رابطه؟ بله، رابطه آغاز از کنین از کار و فعالیتتان چند سال میشه؟ از فعالیت خود کاخ عروسی پروان یا فعالیت خود من شخصا؟ از فعالیت کاخ عروسی پروان. فعالیت کاخ عروسی پروان بیش از تقریبا در حدود 36 سال بیشتر میشه که فعالیت میکنه کاخ عروسی پروان در کابل. بله، خیلی خوب. بیایم از منویتان آغاز کنین. چند نوع غذاها به خاطر هموطنان ما شما تقدیم میکنین؟ ما 4 نوع منوی غذایی داریم که منوی اسپیشال است، منوی اول است، منوی دوم است و منوی سوم است. و کاتگوریش هم به قسمی است که هم در حد اعلا، در حد اوسط و در حد ادنا تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شده که بتونن محافل خویش را ثبت بکنن. بله، خیلی خوب. در بخش کارمندایتان هم ما صحبت داشته باشین. در عموم چند نفر کارمند دارین؟ در عموم تقریبا در حدود 50 نفر کارمند داریم. حاضر البته. بله. خیلی خوب. در بخش گارسون، در بخش خانم ها و آقایان کارمندایتان جداست یا نه همشان یک کارمند هستند؟ نه خیر، نه، طبقه ذکور هم است، طبقه اوناس هم بله. است. طبقه اوناس تعدادشان چقدر است همراهتان؟ طبقه اوناس تعدادشان 6 نفر. بله، 6 نفر. خیلی خوب، بخیر باشین. کدام نوع سهولت ها به خاطر هموطنای ما در تالار عروسی کاخ پروان ایجاد شده و کدام نوع سهولت ها شما دارین؟ سهولت های بسیار زیاد است. در قسمت میزبانی ما مثلا ما از طرف تایم چاشت و شب میتونیم محافل عزیزای خود ثبت بکنیم و پرسنل ما شبانه روز در کوشش است که بهترین خدمات برای محفلدارای خود ایفا بکنن و انجام بدن. خیلی خوب. در بخش سالن ها هم صحبت داشته باشیم. در عموم چند سالن دارین؟ بخش جداگانهش تعداد چقدر مهمانا را پذیرایی کرده میتونه و بخش زنانهشان در عموم معلومات در بخش سالن هایتان بدین؟ در عموم 4 سالن است که 2 سالن زنانه است و 2 سالن مردانه. بله. در مجموع همزمان هر 4 سالن 2300 نفر گنجایش داره. بله، خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، ممنونتون که معلومات مختصر همراه هموطنان ما شریک ساختین. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. بینندای عزیز، شما صحبت‌های مدیر صاحب شنیدین. میریم در قسمت بعدی سالونا را همراه شما با تصویر میکشیم و در بخش سالونا که کی همراه ماست تا آخر برنامه بیننده باشین. ما میریم بخش سالونا را همراه شما شریک میسازیم. بینندای عزیز، تشکر از همتان که بیننده ما هستین و در برنامه همراه ما هستین. شما صحبت‌های مدیر صاحب شنیدین که معلومات مختصر در مورد تالار عروسی کاخ پروان برتان تقدیم کرد و شما همچنان با امید که بیننده باشین و دیده باشین. در قسمت بعدی می‌خوایم هتل یا کاخ عروسی پروان برای شما معرفی میگیریم. در این قسمت باز هموطن همراه ماست. در نخست میخوایم خودم معرفی کنم، معرفی همراهشان داشته باشیم و بعدیش هم در قسمت بعدی میخوایم سالون برای شما در معرفی میگیریم، بخش‌های مختلفشان. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. تشکر. سلام، احترامات. انجام الدین نظامی هستم، منیجر عمومی کاخ عروسی پروان. در خدمت هموطنان گرامی و مهمانان عزیز ما. قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، افتخار بخشیدین که شما هم همراه ما هستین. در برنامه امروزی باز منیجر صاحب همراه ما است. هموطنان عزیز، می‌خوایم معلومات دانه دانه تا الف تا یا را در هتل زیا همراه شما شریک بسازیم. شما بر ما یادآور شوین چگونه مهمان نوازی میکنین از مهمانایتان؟ مهمان نوازی ما دیگه مهمان ما که میاد دیگه سر هتل میشه و مهمان ماست. کوشش نهایی هم میکنیم که هر هموطن ما میاد اینجا مهمان ماست، درست پذیرایی شوه و عزت شوه، با خوبی و خوشی میاد، با خوبی و خوشی پس از پیش ما بره. کوشش زیادتر ما
میمونای ماست. بله خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. قسمی که در برنامه به هموطنان ما یادآور شدیم که منیجر صاحب کاخ عروسی پروان همراه ماست. چی خوب میشه آغاز کنیم برنامه خود و از کدام بخش معلومات میتین به هموطنان ما؟ بخیر طرف باشین. نکاحخانه بخیر میریم. بله قربانتان. هموطنان عزیز شما بیننده باشین. میریم در نخست از نکاحخانه آغاز میکنیم که همزمان خیلی خوب ماشاءالله به به چقدر یک دکوریشن عالی و زیبا، چقدر مقبول. نکاحخانه تان از سالن چندم است و همزمان گنجایش چقدر مهمانا را داره؟ نکاحخانه ما از سالن کهکشان است، هر همزمان تا 80 نفر نهایت 100 نفر گنجایش است. یک نکاحخانه و نکاحخانه دیگه ما که مربوط به دیگر سالن ما میشه او رو معرفی می‌کنیم. بله خیلی خوب. این نکاحخانه مربوط به کدام سالن میشه؟ سالن کهکشان میشه. سالن کهکشان. چقدر نام زیبا و قشنگ. خب بینندای عزیز، سالن نکاحخانه یا بخش نکاحخانه سالن کهکشان. کهکشان واقعیت از نامش معلوم میشه که شاید زیباتر باشه و زیبا است. هموطنان عزیز گنجایش گفتین 80 الی 100 نفر دارن. خیلی خوب. اکثریت هموطنان ما که نکاح بسته میکنه بیرباری جزیات باشه کم است یا زیافتر باشه؟ زیادتر دوستا پایین میشه نظر با میمانش هست. بله. باز میمانایی هست که 40 نفر پایین میشه، تعداد محدود چیز میشه. باز میمانایی هست که خوشایند است برشان نکاح ببینن و چی کنن، تعداد زیادتر پایین میشن. بله. باز مشکل نیست، تا 80 100 نفر گنجایش نکاحخانه است. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. هموطنان عزیز شما تصویر نکاحخانه را بیننده باشین. ما میریم تصویر سالن کهکشان هم همراه شما و معرفی میگیریم. بینندای عزیز، قسمی که در آغاز برنامه براتون یادآور شدیم که میخوایم از همه بخشا همه رستوران یا هتل کاخ پروان براتون معلومات داشته باشیم. خوشبختانه در این قسمی که براتون گفتیم سالن کدام سالن بود؟ کهکشان. خیلی سالن زیبا و عالی و دلچسب. هموطنان عزیز یادآور شوین در مورد سالن کهکشان همراه هموطنان ما صحبت داشته باشین. سالن مردانه است یا سالن زنانه است؟ همزمان گنجایش چند نفر مهمان دارد؟ سالن کهکشان سالن مردانه است که همزمان گنجایش 600 نفر دارد. خیلی خوب، 600 نفر ماشاءالله زیاد نفر از هموطنان عزیز. باز هموطنان ما را خدا داشته باشه که در یک هتل عروسی 600 نفر دعوت شده باشه، بیادر و چوچ پوچ خود امرای خود میگیره و میای. اکثر هموطنان ما همین گونه است. شما در این مورد چقدر امرای هموطنان ما بر خود نیکی میکنین؟ حتما دود دستور کلتور افغانای ما شما از حداقل که رستوران میره طفلار امرای خود میاره. دی بخش چقدر شما امرای مشتریایتان برخورد میکنین؟ برخورد ما کوشش نهایی ماست که طفل که کوچک اون می باشه او میمان ما. بله. کوشش ماست که عزت شوه. خمو خوشه که می خوش بره. کوشش نمیخوایم که ما به خاطر شوخی از او خفه بسازیم میشه. دیگه او میمان ماستن. ما کوشش زیادتر ماست که عزتشان شوه و خوبتر باشه. قربانتان، بخیر سلامت باشین. بینندای عزیز، منیجر صاحب همراه ما معلومات هر بخش و هر سالن میخوایم همراه شما شریک بسازیم. واقعیت هر چقدر که در این سالونا قدم بزنی و بگردی کم است. از هر بخش از هر لحاظش لذت بخش است و انسان لذت میبره. بالخصوص ما که زیاد مرا توجه کرد برای خود گلهایی که دیجا هستن. هموطنان عزیز شما در تصاویر مشاهده کرده میتونین خیلی دکور از می سالونا برابر ساخته و ماشاءالله خیلی یک دکور خیلی خوب عالی و قشنگتر معلوم میشه. میخوایم بخش زنانه امی سالون هم همراه شما شریک بسازیم. شما تصاویر بیننده باشین، ما همراهتان هستیم.
به به، هر طرفی که میریم زیبایی و مقبولی هموطنان عزیز. واقعیت کاخ پروان باز کاخ پروان است. حداقل هر هموطن ما که یه بیایه حداقل به مو ارزوهای دلهای خود هر هموطن ما دیگه رسیده میتونه. مدیر صاحب در نخست را یادآور شوین در روزا ماشاءالله یکم این طرفتر بیاین. هموطنای ما کوشش میکنه که زیاد عروسی ها محفل ها داشته باشه. شما چگونه هستین در این راسته؟ میمانایتان در شب و روز زیاف است یا کم؟ میمانای ما زیادتر هست که این وقت سال که میشه با اصطلاح میانه بگیم که سیزن که میگن وقت کاربار و تلاس نسبت به زمستان محفل ها زیادتر هست. بله خیلی خوب. چند شب بعد محفل دارین؟ هر شب است محفل نام خدا. بله هر شب نام خدا محفل است. حتما دیگه رضایت هم دارین، خوشحال هم هستین. یگانه خوبی کاخ عروسی پروان داره که قدامت تاریخی داره. بله دیگه بعد پذیرایی میمانا زیادتر کوشش میکنیم که چیز خوبتر شوه و که معمول میمانه که 30-40 سال پیشتر داشته که حالا معمول میمانا کلش همیشه مراجعه میکنن که همون پذیرایی خوبتر برشان شوه. از همین لحاظ محفلای ما خوبتر هست. خوبتر. خیلی خوب، قربانتان بخیر و سلامت باشین. از تصویر معلوم میشه مدیر صاحب همراه ما است، هموطن عزیز منیجر صاحب است همراه ما. میخوایم خب چی خوبتر میشه در استقامت استاد باشیم، هموطنای ما تصویر هم بیننده باشن. در مورد بخش سالن زنانه کدام بخش بود؟ بخش سالن کهکشان. سالن کهکشان مردانش دیدیم، زنانش هست. زنانش هم گنجایشش همزمان تا 1000 نفر هست. بله 1000 نفر. 1000 نفر زنانش هست. خیلی خوب. معمولا نسبت به مردانه زنانه زیادتر می باشه. دقیقاً. دیگه گنجایش سالن زنانش به اون لحاظ 1000 نفر از گنجایشش. بله. خیلی خوب، بخیر باشین. چی خوب میشه پیشتر بریم در بخشی که شاید قسمت باشه هموطنان عزیز. شما در تصاویر مشاهده میکنین ماشاءالله خیلی یک دکور عالی و زیبا. هر چقدر در مورد زی دکوریشن صحبت داشته باشیم کم است. شما تصاویر میبینین هموطنان عزیز. حتما و طبعا قسمت است که خانم عروس یا عروس خانم وقتی که هموطنا یا میمانایی که کتی عروس خانم باشه میخوان از اونا دید و بازدید داشته باشن. حتما جای مخصوص خاطر دختر خانم است، عروسی که در جسد میشه. بله استیج کرد به خاطر زیبایی و تصویر و عروس داماد میباشه. بله دیگه نظر به انتخاب خودشان است که هر چیزی که انتخاب میکنن دیگه روشن شد. دیگه موضوع دفتر گرسازی همه چیزش برشان آماده میکنن. بله دیگه به خاطر زیبایی چی و خوبتر است. خیلی خوب، دقیقاً واقعیت خیلی زیبا و مقبول است. خودتان برای ما یادآور شین از این مرحله گذشتین یا نه منتظر هستین؟ نه گذشتیم. خیلی خوب، بخیر باشین. خودتان عروسی را در کجا تجلیل کردین؟ دیگه یک طلای راه عروسی بوده. دیگه چندین سال میشه دیگه. بله خیلی خوب. دیگه بازم قسمت بود بخیر با سالگردش بخیر همیشه بخیر با تجلیل میکنیم ان شاء الله اگر خواست خدا بود. واقعیت خیلی دکوریشن زیبا. ولی منیجر صاحب همراه ما است. هموطنان عزیز در هر بخش از هر سالن معلومات مختصر همراه شما و همراه کسایی که بیننده برنامه های ما هستند شریک میسازیم و شما هم بیننده باشید. بفرمایید منیجر صاحب هموطن عزیز همراه ماست. در هر صحنه برنامه برتان یادآور میشم میخوایم از بخش‌های مختلف کاخ عروسی پروان برتان معلومات و چیزهایی که در اینجا هستن، سهولت‌هایی که در اینجا هستن همراه شما شریک بسازیم. منیجر صاحب همراه ماست. کدام بخش بخیر رونده هستیم میریم؟ بخیر طرف عروسخانه. بله. عروسخانهش دو دروازه دارد، دخولی و خروجی. بله. که اگر عروسخانه مقبول است که دخولیش از این دروازه است، خروجیش از این طرف. بله. بسیار یک نمای خوب و مقبول میشه. دقیقاً. میبینیم عروسخانهش هم میبینیم که چرا عروسخانه جای مهم است. بله. چون که عروس است بر چند لباس میایه و چون کدن لباس است و عروسخانه جای بسیار مهمه. خیلی خوب، دقیقاً همین قسم است. هموطنان عزیز شما تصاویر ماشاءالله مشاهده میکنین. واقعیت دختر خانم‌ها یا همسندای امو عروس خانم که منتظرشان میباشه و در پایین میباشه، ولی وقتی که عروس خانم است عروس خانم میباره
خیلی یک صحنه شاید هیجانی باشه بیننده‌های عزیز. ما میریم عروسخانه را هم همراه شما و تصاویر شریک میسازیم. خب هموطنان عزیز، واقعیت خیلی یک بخش عالی و زیبا، حداقل یک عروسخانه که می باشه یا میآید این سالن تقریبا به گفته منیجر صاحب که هر خانم عروس تا وقتی که در هستند تا زمانی که در سالن می باشند حتما چندین بار لباس تغییر و تبدیل میکنه. ماشاءالله دیگه گپا مروج شده. ولی در مورد از سالن هم معلومات بتین در بخش عروسخانه. عروسخانه که است، عروسخانه مربوط سالن کهکشان میشه. 4 حال داریم که 2 حالش مربوط مردانه میشه، 2 حالش مربوط زنانه و عروسخانه جداگانه، نکاحخانه جداگانه. و این عروسخانه که است مربوط سالن کهکشان است. بله. که با دکوریشن بسیار مقبول و تبدیل لباسش و دستشوییش و همه چیزش منظم فعال و 2 دروازه داخلی و خروجی بسیار زیبایی و مقبولی خود داره. بله دقیقاً همین طور. از بخیر و سلامت باشین، شما تصویر بیننده باشین. هموطنان عزیز، ما همراهتان هستیم، دیگه بخشا را هم براتون معرفی میگیریم. بیننده عزیز، شما داخل عروسخانه را دیدین، از سالن کهکشان بود. البته ماشاءالله این بخش باز بخش تفریحگاه است. خانم هایی که حداقل دلشون در داخل سالن تنگ میشه اونها میتونن که از این فضا لذت ببرن. هم بالا امکان زی است که در منزل بالا اونها شش خیز داشته باشن و همچنان پایین هم یک ساحه خیلی لوکس و دکوریشن خیلی بالا و مقبول و زیبا و عالی. منیجر صاحب، در مورد حال صحبت داشته باشیم، همراه ما همراه بیننده ما معلومات شریک بسازین. همزمان چقدر خانم ها در اینجا از تفریح لذت برده میتونن؟ زیادتر نسبت به سالن‌ها از حالای تفریحگاه بسیار لذت میبرن، به خاطر که جای عکس گرفتن است و جای تفریح است و به نوع لحاظ ما با زیبایی بسیار مقبول و آماده ساخته میشه. و این حالا که میبینید تفریحگاه را آمده بالخصوص عروس داماد از اینا بالا میشه داخل عروسخانه. دروازه داخلیشی طرف است، پس باز یک زینه دیگه، یک دروازه به طرف سالن از خروجیشو طرف است. با یک پیران از این طرف میایه، با دیگه پیران با طرف یک دروازه دیگه پایین است از داخل سالن میشه. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. هموطنای عزیز، شما تصاویر مشاهده داشته باشین. ان شاء الله ما همراهتون هستیم. میگه چقدر سالن دیگه مونده و چند تعداد سالن دیگه مونده، در کل چند سالن است، اور معلومات هم همراه شما شریک میسازیم. بیننده ما باشین. خیلی خوب هموطنای عزیز، تشکر از منیجر صاحب که همراه ما است. واقعیت هر سالن، هر بخش که میریم زیبایی خاص امرای خود داشته می باشه و دارا هستند. مدیر صاحب، منیجر صاحب، چی خوب میشه که در مورد این سالن هم به خاطر هموطنای ما معلومات ارائه داشته باشین. کدام سالن است و کدام نام یاد میشه؟ این سالن ما که به نام سالن ارغوان است، سالن زنانه ارغوان. بله. که گنجایش در همزمان 500 نفر است. و سالن مردانه‌اش هم می‌بینیم، با گنجایش مردانه‌اش ان شاءالله میگیم که زنانه‌اش گنجایش 500 نفر داره. این سالن زنانه است یا مردانه؟ سالن زنانه‌اش است که بسیار با دکوریشن مقبول و همه چیز آماده ساخته میشه. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. هموطنان عزیز، این سالن به نام ارغوان، از این سالن هم تصاویر داشته باشین. ما میخوایم قدم به قدم منیجر صاحب همراه ما است، معلومات براتون ارائه داشته باشیم، معلومات برایتان بدیم. هموطنای عزیز ما که تقاضا دارن در کاخ عروسی پروان محفل عروسی خود تجلیل کنن، اونها میتونن که از این فضا، از این دکوریشن زیبا، از تالار عروسی کاخ پروان لذت ببرن. بدون از اینکه عروسی ها تجلیل میشه، برنامه های ویژه هم دارین همراهتان یا نه؟ بله، کنفرانس هایی هست، برنامه های ویژه‌ای داریم. چون که قبلا هم عرض کردم که کاخ عروسی پروان
خدمات 38 سال الی 40 سال داره. بله خیلی خوب. مشتری زیاد داره. دیگه کنفرانس های می باشه، محفل های عروسی می باشه، بله محفل های ختم می باشه. دیگه انشالله که ما مشتری خود داریم. بله خیلی خوب، بخیر باشین. امی یک جای افتخار است به خاطر هموطنای ما که کاخ عروسی پروان یک بک‌گراند تاریخی همراه خود داره. بینندای عزیز، تقریبا با گفته منیجر صاحب که 30 سال الی 40 سال خدمات تاریخی همراه خود داره. شما تصاویر بیننده باشین، بخش مردانش هم برای شما در تصاویر میکشه. بینندای عزیز، در جایی که ما قرار داریم این بخش هم مربوط سالن کهکشان میشه که بخش زنانهشان است. خانم هایی که میتونن از اینجا لذت ببرن، دیگه آزاد میتونن از این فضا و از این دکوریشن. حداقل اکثریت دختر خانم ها عکس میگیرن و ویدیو میگیرن و شورت ویدیو میگیرن برای خود، به خاطر یادگاری. اونها میدونن که از این فضا و از این دکوریشن استفاده کنن. ان شاء الله همین قسم است منیجر صاحب. بله. این بخش تفریحگاه جداگانه سالن کهکشان است که از سایه سالن گوشه‌تر است که گمان مزاحمت بر سالن یام نشه. بالخصوص که عروس داماد که میاد 4 تا و وقتاش میگیره، دیگر دختر خانم‌ها بسیار یک جایی که فضای آزاد و گوشه خوبتر است. که هم بچه و دستشوییش هم میجه است و بسیار دکوریشن مقبول آماده ساخته میشه به خاطر میشات عروس داماد و دیگر دختر خانم‌ها. خیلی خوب، بخیر باشین. در قسمت بعدی کدام سالن و به نام کدام سالن میریم، کدام سالن رو معرفی میگیریم؟ دو سالن دیگه که سالن ارغوان زنانه و مردانه، اونم ما رو به معرفی میگیریم ان شاء الله. بله ان شاء الله. بخیر باشین، شما بیننده ما باشین هموطنان. خب رسیدیم به قسمت سالن مردانه، سالن ارغوان. هموطنای عزیز، همه نامایشان ماشاءالله عالی و زیباتر. ارغوان دیگه از نامش معلوم میشه. سالن ارغوان است، درست است؟ خیلی خوب، بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. در مورد حال سالن ارغوان هم صحبت داشته باشین. همزمان گنجایش چند نفر مهمانا را داره؟ سالن ارغوان هر کدام زنانه‌اش 500 نفر گنجایش داره در یک وقت و مردانه‌ش هم 400 نفره که در مجموع 900 نفر میشه و کلا که 4 سالن ما هست در مجموع 2500 تا تمرای تفریحگاه یا تا 3000 میمون در یک وقت گنجایش هست. خیلی خوب، بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. واقعا یک سالن خیلی عالی و زیبا به خاطر کسایی که محفل میگیرن، محفل عروسی، هر گونه محفل خوشی و خادی که داشته باشن، اونها میتونن از این سالن ها و فل خصوص از کاخ عروسی پروان لذت ببرن. هر قسمتش واقعا هموطنای عزیز لذت بخش است. میریم دیگه قسمت هایی که هم مانده اونا را شما با معرفی میگیریم. خب منیجر صاحب، بسیار زیاد تشکر، ممنونتان که تا آخر برنامه همراه ما بودین. در هر بخش از هر سالن با هموطنای ما معلومات مختصر شما ارائه کردین و دادین. بسیار زیاد تشکر، تکلیفایتان هم میبخشین. رسیدیم به قسمت آخر برنامه امروزی ما. هموطنای عزیز، برنامه امروزی ما از تالار عروسی کاخ پروان برتان داشتیم. در نخست صحبت‌های مدیر صاحب مسئول همین کاخ عروسی پروان شما شنیدین و مشاهده کردین که در مورد رستوران یا مورد هتل کاخ پروان برای شما معلومات مختصر تقدیم کرد. از همه شما تشکر که تا آخر برنامه بیننده ما بودین، همراه ما بودین. جهان سپاس از تک تکتان. تشکر از آن هموطنای ما که همیشه وقت برنامه‌های تلویزیون واقع تعقیب میکنن و در برنامه‌های ما کامنت میده. کامنت های شماست که برای ما راه میافت تا ما برنامه‌های خوبتر برای شما ایجاد بسازیم و برنامه سازی برتان داشته باشیم. منیجر صاحب، پایام گفتنی با هموطنای ما. تشکر از خودتان که شما تشریف آوردین. تشکر از برنامه‌تان، تشکر از تلویزیون واق که ما را در نظر گرفتی و اومدی. ما در خدمت هستیم و
از تمامی میمونان ما پیش ما مراجعه کنن، انشاءالله ما در خدمتشان هستیم. از هر لحاظ امنیتش، از لحاظ عزاداری و سرویس غذاش بیخی انشاءالله ما در خدمتشان هستیم. قربانتان بخیر باشین. میشه امکان داره از طریق برنامه ما هموطنای شما مراجعه داشته باشه برای شما آدرس مشخص تان همراه بیننده ما هم شریک بسازین؟ آدرس مشخص ما کاخ عروسی پروان، حصه سوم خیرخانه، مسجد سرور کائنات. آدرسی است که آدرس مشخصی است که در هموطن ما در هر گوشه افغانستان باشه، کاخ عروسی پروان یا تالار عروسی پروان که سابق نام بوده، دوستای ما میتونن پیدا کرده. بسیار یک آدرس مشخص و موقعیت بهتر داره. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز، بیننده های نهایت عزیز تلویزیون واک، ما همچنان ناگزیر هستیم برنامه خود در اینجا به پایان برسانیم. تا برنامه بعدی که ما صبح سحر امرا با کامرامین عزیزم با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما خوبان حاضر میشیم. شما رو به خداوند یکتا و توانا میسپاریم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداوند یار و نگهدارتان.